تا حالا شده یه تصمیمی بگیرید و چند دقیقه بعدش با خودتون بگید آخه من چه فکری می‌کردم؟ اگه جوابتون مثبته، خب باید بگم شما تنها نیستید. مغز همه ما یه سری اشکالات کوچیک و سیستمی داره که باعث میشه اشتباهات کاملا قابل پیش‌بینی انجام بدیم. امروز می‌خوایم دقیقاً همین خطاهای ذهنی رو بررسی کنیم و ببینیم چطور با شناختنشون میتونیم جلوی کلی از ناراحتی‌های خودساخته رو بگیریم. خب بیایید با یه معمای ساده شروع کنیم تا ببینیم قضیه چیه. به این سوال نگاه کنید. یه راکت و یه توپ پینگ پانگ روی هم میشن $1.10. خود راکت $1 از توپ گرونتره. حالا سوال اینه، قیمت توپ چقدره؟ اولین جوابی که مثل برق تو ذهنتون اومد چی بود؟ به احتمال زیاد گفتید 10 سنت، درسته؟ و اینجاست که مغزمون اولین گلیچ یا همون اشکال خودشو نشون میده. جواب درست 5 سنته. چرا؟ چون اگه توپ 10 سنت بود، راکت میشد $1.10 و جمعشون میشد $1.20. میبینید؟ مغز ما عاشق جوابهای سریع و شهودیه، حتی اگه اشتباه باشن. این دقیقاً همون چیزیه که امروز میخوایم در موردش حرف بزنیم. خیلی خب، بیایید یکم عمیق‌تر بشیم. این اشکالی که ازش حرف میزنیم یه نقص شخصی یا مشکل من و شما نیست. نه اصلاً. این یه ویژگی توی سیمکشی مغز تمام انسان هاست. اینها خطاهایی هستن که هممون کم و بیش مرتکب میشیم. نکته واقعاً جالب اینجاست که این اشتباهات فکری یه الگوی مشخص دارن، یعنی شانسی و تصادفی نیستن، بلکه کاملاً سیستماتیک و قابل پیش بینی ان. انگار یه باگ نرم افزاری تو سیستم عامل مغزمونه. نمیتونیم کامل حذفش کنیم چون خیلی عمیق ریشه کرده، اما خبر خوب اینه که میتونیم یاد بگیریم بزرگتریناشون رو بشناسیم و ازشون جا خالی بدیم. خب حالا سوال اینه که اصلا چرا مغز ما اینطوری کار میکنه؟ ریشه اصلی این ماجرا یه جور عدم تطابق تکاملیه. یعنی چی؟ یعنی مغزی که ما به ارث بردیم برای دنیایی که الان توش زندگی میکنیم طراحی نشده. این جمله کل داستان رو خلاصه میکنه. ما شکارچی گردآورنده‌های با کت و شلوار هستیم. ببینید، تفکر ما یه پدیده بیولوژیکیه که طی میلیون‌ها سال شکل گرفته تا به ما برای بقا تو دشت‌های آفریقا کمک کنه. مغز ما برای فرار از یه شیر درنده عالیه چون خطر فوری و مشخصه. اما برای فهمیدن چیزای پیچیده و انتزاعی مثل بازار بورس جهانی یا ریسک تغییرات آب و هوایی واقعاً تجهیزات لازم رو نداره. این مقایسه تضاد رو خیلی خوب نشون میده. سخت افزار مغز ما برای دنیای سمت چپ ساخته شده، دنیایی که بازخوردها فوری بود و چالش‌ها ساده و مشخص. ولی ما داریم نرم افزار دنیای سمت راست رو روش اجرا می‌کنیم، دنیای پیچیده، جهانی و پر از ریسک‌های نامرئی. این درگیری دائمی بین سخت افزار قدیمی مغز و نرم افزار جدید دنیا منشأ اصلی کلی از تصمیمات بد ماست. خب، تئوری کافیه. حالا که دلیل این اشکالات رو فهمیدیم، بیایم 3 تا از قدرتمندترین و روزمره‌ترین این تلاهای ذهنی رو با هم ببینیم. اینها تلاهایی هستند که تقریباً هر روز من و شما رو گیر میندازن. اولین تله سوگیری بقاست. ما همیشه داستان موفقیت‌ها رو میشنویم. اون کارآفرین میلیاردر، اون بازیگر معروف، اون ورزشکار قهرمان. و با خودمون فکر می‌کنیم موفقیت خیلی هم در دسترسه. اما چیزی که هیچ وقت نمی‌بینیم، اون قبرستون عظیم و خاموش کسانیه که دقیقاً همون راه رو رفتن، ولی شکست خوردن. رسانه‌ها فقط از بازمانده‌ها و برندگان حرف میزنن و این تصویر ما از واقعیت رو به کل به هم میریزه. این یه استعاره فوق‌العاده است. نکته اصلی اینه ما فکر میکنیم اگه ویژگی‌های آدمای موفق رو کپی کنیم ما هم موفق میشیم. مثلا میگیم اون کارآفرین موفق خیلی ریسک پذیر بوده، پس منم باید باشم. ولی اگه یه سر به اون قبرستون شکست خورده ها بزنیم میبینیم که اونا هم دقیقاً همونقدر ریسک پذیر بودن. پس شاید اون ویژگی دلیل اصلی موفقیت نبوده. تله دوم یه چیز خیلی جالب به اسم توهم بدن شناگر. ما شناگرای حرفه‌ای رو با اون بدنای بی‌نقصشون می‌بینیم و فکر می‌کنیم وای شنا چقدر بدن رو خوب می‌سازه. اما واقعیت معمولاً برعکسه. اونها شناگرای خوبی هستن چون از اول با همچین بدنایی به دنیا اومدن. بدنشون یه فاکتور انتخاب برای این ورزش بوده، نه نتیجه ورزش کردن. اینجا یه مثال عالی دیگه داریم که هر روز باش سر و کار داریم.
تبلیغات به ما میگن اگه از این کرم استفاده کنی پوستت مثل این مدل صاف و بی‌نقص میشه، در حالی که اون مدل برای تبلیغ انتخاب شده چون از اول پوست خوبی داشته، نه اینکه اون محصول پوستش رو بی‌نقص کرده باشه. ما دائما داریم علت و معلول رو با هم قاطی میکنیم. و اما تله سوم اثر لنگر هست. تا حالا شده برید برای خرید یه چیزی و اولین قیمتی که میبینید روی کل قضاوت شما درباره قیمت‌های دیگه تأثیر بذاره؟ این دقیقاً اثر لنگره. وقتی یه عدد، حتی یه عدد کاملاً بی ربط جلوی ما قرار میگیره، ذهن ما بهش قلناب میشه و تمام قضاوت‌های بعدی ما خل و حوش همون عدد میچرخه. بذارید یه داستان کلاسیک براتون تعریف کنم. 2 برادر به اسم سید و هری یه لباس فروشی داشتن. یه مشتری میاد تو و از یه کت و شلوار خوشش میاد. از سید قیمتش رو میپرسه. سید که حواسش به برادرش هری اون ته مغازه است داد میزنه: هری، این کت شلوار چند؟ هری هم با صدای بلند جواب میده: برای اون کت شلوار کتان زیبا $42. این عدد یعنی $42 مثل یه لنگر تو ذهن مشتری کاشته میشه. و حالا قسمت جالبش، سید رو میکنه به مشتری و وانمود میکنه درست نشنیده، میگه بیت، میگه $22. مشتری با شنیدن این قیمت احساس میکنه بهترین معامله عمرش رو کرده، سری پول رو میده و با خوشحالی از مغازه میره بیرون. چرا؟ چون ذهنش به اون قیمت اولیه و بالاتر یعنی $42 لنگر انداخته بود و $22 در مقایسه با اون فوق‌العاده به نظر میرسید. خب این همه از تله‌ها و قطعه‌های ذهنی گفتیم. حتما الان میپرسید پس راه حل چیه؟ باید چیکار کنیم؟ جوابش این نیست که سعی کنیم باهوشتر بشیم. نه، راه حل اینه که سعی کنیم کمتر غیر عقلانی باشیم. این یه تغییر دیدگاه خیلی ظریف اما فوق‌العاده مهمه. شاید بهترین جواب رو بشه تو این نقل قول معروف از میکلانژ پیدا کرد. وقتی ازش پرسیدن چطور تونستی همچین شاهکاری مثل مجسمه داوود رو بسازی، جواب داد: خیلی ساده بود. من فقط هر چیزی که داوود نبود رو از سنگ حذف کردم. مسیر تفکر بهتر از طریق اضافه کردن اطلاعات جدید نیست، بلکه از طریق حذف کردن چیزهای اشتباهه. اسم این مفهوم ویا نگاتیوا یا مسیر منفیه. یعنی به جای اینکه تمرکز کنیم روی اینکه برای موفق شدن باید چه کارهایی انجام بدم، از خودمون بپرسیم برای شکست نخوردن باید از چه اشتباهاتی دوری کنم. بزرگترین سرمایه‌گذارای دنیا مثل وارن بافت دقیقاً با همین فلسفه زندگی میکنن. اونها سعی نمیکنن مشکلات خیلی پیچیده را حل کنن، بلکه سعی میکنن از اول واردشون نشن. پس چطور میتونیم این رو تو زندگی واقعی پیاده کنیم؟ چند تا راهکار عملی وجود داره. به جای اینکه دنبال حل سخت‌ترین مشکلات باشیم، ازشون دوری کنیم. به جای تمرکز روی بردن، روی نباختن تمرکز کنیم. محدودیت‌های دانش خودمون رو بپذیریم و همیشه فرضیات خودمون رو زیر سوال ببریم. نکته اصلی اینه: ما به هوش و زیرکی بیشتر نیاز نداریم، فقط به غیر عقلانی بودن کمتر نیاز داریم. و نتیجه نهایی این طرز فکر چیه؟ ببینید، این یه فرمول جادویی برای خوشبختی نیست، اما یه چیز خیلی مهمتره. این یه بیمه‌نامه قدرتمند در برابر ناراحتی‌های بی‌مورد و خودساخته است. وقتی یاد بگیریم از حماقت‌های رایج دوری کنیم، خود به خود یک جهش بزرگ در کیفیت زندگی و رفاه خودمون ایجاد کردیم. و در آخر میخوام این سوال رو برای شما باقی بذارم. حالا که با چند تا از این تله‌های ذهنی آشنا شدید، اولین حماقت یا خطای فکری که امروز آگاهانه تصمیم میگیرید ازش دوری کنید چیه؟ همین که به این موضوع فکر کنید خودش اولین قدم برای داشتن یک ذهن شفافتره.